السلام علیکم دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب و تندرست هستید. همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری کانال ما، رحمت برای کامنتاری های خوبتان. خداوند از هر یک شما راضی باشد. من در اینجا امروز یک نمود کریمکی پخلوا آماده کردم. حتما با ما باشید. من در اینجا 200 میلی لیتر شیری گرم کرد و بالای 200 میلی لیتر آب گرم و بالایش یک دانه تخم و رستاپلین سلیویچنی مسله، یعنی مسله آب کرده شده، نیم قاشقچه نمک، قاشقچه من مایده دخترا در اینجا نیم قاشقچه رازرخ ریده. شما یک قاشقچه تقسیم کرده به 4 حصه نمک می اندازید. من در اینجا روغنم انداختم. اکنون محصولات انداختگی همه نقص کک آمیخته میکنیم تا اینکه همه نمک و همه چیزش آب شود. اکنون به بالای این تخمینا 450-500 گرم آرد را انداخته نقص کک خمیر میکنیم. خمیر ما باید سخت هم نه، ملایم هم نه، نرم هم بیاد تا دستامون چسبیدن خمیره میکنید. مثل خمیره فتیر سامبوس انا میتر خمیره ما بیاد. من طوری که میبینید خمیری ما تیار شد. خمیر باید این طور بیاد. اکنون این را من در مدت 15 دقیقه دم میدهم. اکنون در اینجا من برای قبطش باشه 4 قاشق آرد و 4 قاشق تقریبا 4 قاشق کرخمل همراه کرده و این برای نچسبیدن خمیر ما. در وقت کشادن همین را میزنیم و میکشاییم. اکنون من به کشادن شروع کردم. من میدم من کرخمل را چاشیده این طور ما کشاده. اکنون این را ما تا تنوک شدنش میکشاییم و اکنون من این طور کشاده این را این طور میپیچانم. و چیتش دخترا من کم کم آب مالیدم برای که در وقتی پختنامو کشاده شده نبرود. کم کم آب میمالیم و به مثل من این طور خمیری سامبوسه این طور میپیچانیم. من این را این طور اکنون میبرم. باید میخیل کرده در روغن میپزیم.
نام و تثبیت من یکتا پرتافته اینها را نیم تفت پخته گرفتم. پخلوی با مزه بیاد. حتما برای عائله خودتان تیار کنید. دستگیری کردن را فراموش نکنید. تا آخر ویدیو با ما باشید. لایک ماندن را فراموش نکنید. آبونه شدن را فراموش نکنید. به یار و دوستان فرستید تا اینکه آنها هم باخبر شوند. در اینجا من برای سیرابش باشد 150 میلی لیتر آب، در اینجا یک و نیم قاشق عسل و 120 گرم شکر همراه کردم. من سیراب ما آماده شد. من چنانه که میبینید 10 دقیقه جوشید و آماده شد. من پهلوان را یکتا انداخته. اکنون برای آرایشی رویش باشد من کمتر پیسته را میده کرده برای آرایشی رویش چاشیدم. شما میتوانید چهارمغز استفاده برید. این تب هر یک به تبش کسانی که به کانال ما آبونه نیستن حتما آبونه شوید دوستان عزیز. خیر دوستان عزیز تا ویدیوهای آینده در پناه الله مهربان باشید. خیر.